با سلام دوباره به دوستانی که این چند تا ویدیوهای من نگاه کردن. میخواستم که یه خورده راجع به این ستاره جدید باهاتون صحبت کنم، ستاره بیت لحم. قبل از که این صحبت رو بکنم میخواستم یه مسئله ای رو بگم. من قبلا راجع به این آخر زمان و این اتفاقاتی که میفته توضیح دادم. متاسفانه میبینم بعضی از دوستان یه خورده نامهربانی میکنن و مثلا میان میگن که آقا چرا آخر زمان نشد، یا اینکه چرا تو میگی مهدی. اینا اتفاقات درسته، شما درست میگین کاملا، ولی این آخر زمان قرار نیست که اون شکلیه که توی ادیان گفتن اتفاق بیفته، که یه نفر بیاد و با شمشیر و با اسب و اینجور چیزا. این اتفاق کاملا آسمانیه که بعداً به صورت دین در اومده و خیلی قدیمیه. لطفاً ویدیوهای قبل رو نگاه کنین، من راجع به این مسئله توضیح دادم. اگر مثلا اسم میبرم میگم مهدی یا عیسی، به خاطر اینکه خیلی روشن بدونین من راجع به چی دارم صحبت میکنم. یا وقتی که میگم آخر زمان، میخوام کلمات کاملا عامیانه رو استفاده کنم که برای همه قابل درک باشه. نکته دیگه اینه که متاسفانه با اینکه همه آمریکا ادعا میکنه آزادی هست و مهد آزادی و تمدن و این حرفاست، سانسور خیلی شدیدی گذاشتن روی ویدیوهایی که من ارائه دادم توی چند روز گذشته. یکی دو سه تا دونش رو بیشتر پخش نشد روی یوتیوب. اینا رو هی سانسورش میکنن به خاطر اینکه این چیزایی که میگم زیر سوال میبره ادیانو و خیلی از اسرار تاریخ و ادیان فاش میشه. حالا من سعی میکنم که زیاد اسم نبرم، کلید واژه بکنم، کلید واژه میشه به فارسیش، یا اون کیورد رو استفاده نکنم که اینو پیک نکنه کامپیوتر و مشکل ایجاد کنه. خب تا جایی که میتونم ویدیو رو سعی میکنم کوتاه باشه. باید عرض کنم که این ستاره‌ای که شما فیلمشو براتون گرفتم و گذاشتم، امیدوارم دیده باشین. نمیدونم الان قابل دیدن یا نه، فکر میکنم باشه چون دوستان گفتن مثل که میشه دیدش، پاک نشده. این در واقع دو تا ستاره هستش. این دو تا ستاره هر چند سال اینا به همدیگه نزدیک میشن، اما اینکه به صورت یک ستاره در بیان و نورشون به شکل یک ستاره دیده بشه بعد از 2000 سال این اولین باره. چون 800 سال پیش هم این اتفاق افتاده، به خیلی نزدیک شدن به همدیگه ولی هنوز به شکل یک ستاره دیده نشدن. مسئله که خیلی مهمه اینه که دانشمندان در همین آمریکا، دانشمندانی که در مورد فضا و ستارگان و اینا تحقیق میکنن، خیلی جالبه که من یه ویدیویی دیدم که میگه ما هنوز به اندازه کسایی که در هزاران سال پیش راجع به آسمان و اینا دانش داشتن، هنوز اندازه اینا نمیدونیم. اونا دانششون اون موقع اما بیشتر بوده. حالا کم کم ما میریم جلو، سعی میکنم اینا رو توی یه سری ویدیو عنوان کنم و یه سری چیزایی براتون روشن میشه، خیلی جالبه. من یه چیز دیگه هم بگم، این حرفایی که من میزنم، این حرفا اینطوری هستش که من گریجویت شده باشم یه جایی یا اینکه دانشمند باشم. نه، اینا اطلاعاتی بودی که من به مرور زمان به دست آوردم و این اطلاعات رو در اختیار شما میذارم و فکر میکنم که خیلی درست باشه، تا اندازه زیادی به حقیقت نزدیک باشه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ ما در آسمون هم ستاره داریم هم سیاره داریم. سیاره ها حرکت میکنن و ستاره ها ثابتن. خب اینو همه میدونن و یه نوع حرکتی داریم ما
در ستارگان مثل مریخ که اینا بهش میگن حرکت های برگشتی. یعنی اینا وقتی که چرخش میکنن چرخششون انقدر کوتاه میشه که وقتی که میان میرسن یه جا میخوان دور بعدی رو بزنن آدم فکر میکنه که ایستادن. خب در زمانهای قدیم مردم خیلی به آسمان توجه نشون میدادن. قدیم باستانیان ما خیلی به آسمان باور داشتن و ما در جاهای مختلف مثل یونان و مصر و روم میبینیم که به ستاره شناسی خیلی اهمیت میدادن. اما بعد از مدتی وقتی که مسیحیان به قدرت میرسن ستاره شناسا رو آتیش میزدن. اگر میفهمیدن که ستاره شناسا به عنوان جادوگر این ستاره شناسا رو آتیش میزدن، به خاطر اینکه نمیخواستن از اسرارشون سر در بیارن. متاسفانه اینا رو میسوزوندن و خیلی از کتاب هایی که میتونست ارزشمند باشه اینا از بین بردن. تا زمانی که مثلا کپلر رو اینا میان و اینا خودشون خیلی مذهبی بودن و در زمینه‌های دینی یه سری چیزهای اکتشافات جدید رو ارائه میکنن. خب اما این اتفاقی که شب یلدا افتاد چی بود؟ بذارید یه پیش زمینه بهتون بدم. داستان امام زمان و آخر زمان و امام زمان بازی و اینا نه به اسلام مربوطه، نه به مسیحیت مربوطه و نه به ادیان دیگه. این از خیلی قبلتر از اون بوده. از زمانی که انسان ها ستاره شناسی رو یاد گرفتن و شناختن این حرکت ستاره رو دنبال میکردن و این علم به وجود اومده. و ما در ویدیو قبلی هم بهتون گفتم خورشید رو به صورت یک گاو آسمانی میدیدن. شما در چیزایی که از گذشته مونده در آثار باستانی گذشته به صورت خیلی فراوانی نقش گاو رو میبینید، گاوی که بال داره. این گاو بالدار همون خورشیده و خیلی جاها هم نمایش صور فلکی ثور رو میده یا گاو. خب این اتفاق اینجوری میفته که مهم اینه توی این داستان این ستاره اینه که این به شکل دین در اومده این مسئله، به خاطر اینکه پیشینیان ما مثلا یونانیان باستان یا ایرانیان باستان هر چیزی که در آسمون بوده یک صورت زمینیش هم تصور میکردن. حتی زئوس یا اورانوس یا ژوپیتر اینا در مثلا میگفتن زاده روم هستش، خونش فلانجاست، شهرش فلانجاست، معبدش فلانجاست، معبد داشته، خونه داشت، همه چی واسش زمینی هم درست میکردن. حتی شما در داستان تروی یا اینکه تروا میبینید که این هلن دختر پرسفونه است فکر میکنم و زئوس، یعنی پدر و مادرش در واقع دو تا ستاره. اما این داستان همونطور که می‌بینی خیلی واقعی و زمینی. حتی شهری هم پیدا کردن میگن این شهر تروی و این داستان افتاده و هلن رو دزدیدن و این داستانا. اینا همشون بعدها به شکل داستان و به شکل دین در اومدن. اول از همه اینا اتفاقاتی بود که در آسمون میافتاد. حتی ما در مصر باستان میبینیم که مثلا این صورت‌های فلکی رو به صورت انسان به صورت پادشاه میدیدن. مثلا میگفتن پادشاه شمال مصر بوده مثلا مال جنوب بوده ست. و خیلی اینا دوباره اومده توی توی ادیان دیگه، توی زبانهای دیگه اینا خیلی قاطی شدن با هم دیگه. همونطور که میدونید شما بعد از دعاتون میگه الهی آمین یا آمین. این آمین همون از آمن خدای خورشید مصر باستان اومده. وقتی که میگه الهی آمن یعنی خدای ما آمن هستش یا همون آمون، خدای آمون. حالا اینا رو براتون خیلی توضیحاتش رو بعدا میگم. اینا چیزایی نیستش که من فقط بدونم، شما میتونین راحت روی اینترنت همه جا پیدا کنین و بخونین. خب این اتفاقی که میفته و عیسی مسیح زاده میشه و بعد به صلیب کشیده میشه، اصلا این داستان چی بوده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب 2000 سال پیش، 2020 سال پیش
میگن که 3 راهب، 3 مغ ایرانی، 3 مجوس از ایران یه ستاره رو دیدن که که از شرق طلوع کرده و در نقطه‌ای در غرب ایستاده. اینا 700 مایل راه میرن و اونجایی که ستاره ایستاده بوده میرن میبینن شهر بیت اللحمه و اونجا کودکی رو به نام عیسی پیدا میکنن و داستان دیگه بقیه‌اش که خودتون میدونید. حالا اتفاق چی بوده؟ در واقع یه اتفاق آسمانی بوده که بعداً به صورت این 3 مجوس و داستان و عیسی و مریم و اینا در اومده. مهم اینه که مشتری این حرکت برگشتی رو داره و در ماه سپتامبر دقیقا این اتفاق افتاده، یعنی شروع حرکت. ما یه شروع حرکتی داشتیم در ماه سپتامبر که اونو باروری مریم گفتن و در 21 دسامبر که همون شب یلدا یا انقلاب زمستانی هستش، براتون گفتم اوج انقلاب زمستانی هستش، اون میگن زاده شده. این باور خیلی قدیمی تره، برای اینکه ما میبینیم که ما اسم مهدی رو مهدی اسم اسلامی نیستش. مهدی از ایرانیان باستان وارد دین شیعه شده و بهتون بارها هم گفتم مخفف ماه دی هستش. شیعیان زمانی که اسلام همه جا فراگیر شد اومدن و صورت باستانی خودشونو که اون 12 صورت فلکی بود رو آوردن وارد دین اسلام کردن به صورت 12 امام و اینکه یک امام هم گذاشتن به عنوان مهدی که این قراره یه زمانی ظهور کنه. شما همین داستانو در کلیمی ها میبینید، در مسیحی ها میبینید که این ظهور میخواد انجام بشه و قدیمی ترین این داستان ها برمیگرده به ایرانیان شاید 10-12 هزار سال پیش. قدیمی ترین منجیی که میخواسته بیاد، قدیمی ترین ظهوری که قرار بوده انجام بشه یک اسطوره بوده. البته دو تا اسطوره خیلی قدیمی هستش، خیلی قبل‌تر از اینا، قبل از مهدی و عیسی و اینا، که بوده اسمش رو به نام گوپچا و هدیوش. هدیوش یا سرسیوک هم بهش میگفتن. این باور داشتن که به صورت یک گاو آسمانی، بازم میبینی که نقش گاو میبینید توی این داستان. باور داشتن که در آخر زمان مردم باید از دریاچه خزر عبور کنن و یک گاوی به نام هدیوش، یک گاو بسیار کهن، یعنی برای اون موقع هم کهن بوده برای اونا، توی افسانه‌های زرتشتی بوده که به نام هدیوش یا سرسوک که گفتم، این گاو میاد به مردم کمک میکنه تا از دریای خزر یا کاسپیان رد بشن. به چه صورت اینا این گاو رو قربانی میکنن و پی این گاو رو با یک گیاهی به نام هوم، این گیاه هوم خیلی مرموزه چون هنوز مثلش رو نتونستن پیدا کنن. شما توی آثار باستانی هم میبینید که یک گیاهی توی دستشون همیشه اون هوم هستش. البته میگن افدرا هستش ولی خب این ثابت نشده. این گیاه خرساوری بوده که باورشون بر این بوده این گیاه خودش یه حالت ایزدی داشته، هم جنبه آسمانی داشته هم زمینی و حالت ایزدی داشته که له کردن این حالت قربانی هم داشته. حتی آب این رو به عنوان خون قربانی هم اینا به حساب می آوردن. بعد می گفتن که ما همینجور که میگیم مهدی از چاه که آب هست، هرچه که این مسئله است آب هم هستش، مهدی چاه آب هست. و مثلا سوشیانس هم داریم که بعد از سرسیوک یا هدیوش یا گوپچه هسته، سوشیانس هم میگن از دریا میاد و سرسیوک یا هدیوش یا گوپچه اون هم از دریای خزر مردم رو رد میکنن. عیسی رو میبینی که روی دریا راه رفت. آب اینجا خیلی مهمه به خاطر اینکه به زمان مهر میترایی میرسه.
حالا اونا رو فکر میکنم توضیح دادم قبلا، ولی خب اینو تو ویدیوهای دیگه باید بگم چون نمیخوام زمان ویدیو زیاد طولانی بشه. آب خیلی مهمه و اینا همیشه به یه آب شیرین و بعضی موقع آب شور، ولی آب باید باشه، خیلی مهمه. حتی این آب شما در مسجدها هم میبینی که به صورت محراب بازم این آب وجود داشته. اونم قبلا براتون توی ویدیو گفتم، بازم حالا براتون توضیح میدم. خب حالا مهم اینه که مشتری یا ژوپیتر یا همون زئوس، اون خدای خدایان بوده. ببین این خیلی مهمه که یعنی عیسی رو از خدا متولد میشه، خدای خدایان زئوس. البته یه چیز خیلی مهمی یادم باشه براتون بگم راجع به زئوس و خدایانی که در مناطق مختلف همتای زئوس بودن ولی با اسمای تقریبا شبیه و کارایی شبیه. خب این ستاره مشتری که به نام ستاره پادشاه هم معروفه، پادشاه پادشاهان، یعنی بزرگترین خدای یونانی یا رومی، ژوپیتر یا زئوس. این بچه دار میشه در این داستان و این بچه در این آسمان و این بچهش میشه عیسی مسیح، یا حالا اون خیلی جالبه، بچهش یه شیر بچه میشه. خب توی رویداد خیلی جالب، بذارید من اینو براتون نوشتم، از یه جایی رو میخوام یادم نره براتون از روی کاغذ نوت برداری کردم. یه رویداد خیلی جالب، مشتری از کنار ستاره رگولوس میشه ستاره پادشاه. مشتری میشه سیاره پادشاه. ستاره پادشاه بچه اون سیاره پادشاه، اون سیاره قوی تره، مشتری قوی تره، اون زئوس خیلی قوی تره، ژوپیتر خیلی قوی تره. این رگولوس یه اسم خیلی جالبی هم داره، اسم دیگهش هستش سامبا. اگه یادتون باشه توی کارتون شیرشاه اون شیره یه بچه متولد میشه به نام سامبا که میارن بالا نشونش میدن و این بچه به خاطر توتا آواره میشه، بعد از یه مدت برمیگرده. این رگولوس اسم دیگهش به نام ستاره شیردل یا ولیعهد پادشاه یا به نام سامبا معروف هستش. خب مشتری از کنار رگولوس عبور میکنه و باز دور میزنه و دوباره از کنار رگولوس رد میشه، دوباره یه بار دیگه دور میزنه، دفعه سوم که این کارو میکنه به نزدیکترین نقطه به رگولوس میرسه. این حرکت نادر یه چیز شبیه تاج رو ایجاد میکنه دور مشتری که همون ایجاد تاج پادشاهی بهش میگن. در کتاب یهودای انجیل راجع به یه شیر حرف میزنه، این خیلی جالبه، همین شیری که بهتون گفتم. این شیر همون صورت فلکی لئو یا شیر هستش. در کتاب پیدایش در انجیل یهودا فصل 49 راجع به یه شیر حرف میزنه و میگه یهودا شیر بچه است. ای پسرم از شکار برآوردی، مثل یک شیر خود را جمع کرده و در کبین میخوابد و چون شیر ماده کیست که او را برانگیزاند. عصا از یهودا دور نخواهد شد، عصا منظورش عصای پادشاهیه، و فرمایی از میان پاهای او خواهد بیاید. خب میگه که یه شیری اینجا که کمین کرده، یه شیر بچه کمین کرده که یه ماده ای رو پیدا کنه و که اونو برانگیزانه، که برانگیزتش. حالا اگه به آسمان نگاه کنیم، این تاجگذاری که مشتری روی رگولوس انجام میده روی صورت فلکه شیر در اتفاق میفته. حالا یه چیز دیگه تو کتاب مکاشفه که نویسنده اون یوحنا بوده، حالا ببینیم یوحنا چی میگه. میگه علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد و آن زنی بود که آفتاب را برداشت و ماه زیر پاهایش بود و بر سرش تاجی از 12 ستاره. ما 12 تا ستاره داریم که خیلی خیلی اینا معروفن، مثل پلوتو، ژوپیتر، ساترن، ونوس، خیلی اینا 12 تا هستن. این هم منظورش همین 12 ستاره است.
میگه زیر پاهایش بود و بر سرش تاجی از 12 ستاره است و آبستن بوده. از درد و عذاب زاییدن فریاد برمی آورد و علامتی دیگر در آسمان پدید می آید که اینک اژدهای بزرگ آتشگون که او را 7 سر و 10 شاخ بود و بر سرهایش 7 افسر و دمهایش سرس ستارگان آسمان را کشیده و آنها را بر زمین میریخت. البته این 7 افسر منظورش همون خوشه پروین هستش. خوشه پروین در صورت فلکی ثور یا گاو به نام 7 افسر معروفه. اژدها پیش آن زن که میزایید بایستاد که تا بزاید و پسر او را ببلعد و او پسری را زایید که همه امتهای زمین را به عصای آهنین هدایت خواهد کرد و فرزندش بر تخت خدا دیده خواهد شد. خب میگه حالا این داره از یه زنی صحبت میکنه که این زن قراره یه بچه‌ای رو بزاد که این بچه بر دنیا حکومت خواهد کرد. در واقع اینجا داره از این بچه به عنوان پادشاه پادشاهان یاد میکنه. حالا یه سوال مهم داریم اینجا، اون زن کیه؟ جالبه که بعد حرکت مشتری صورت که فلکی سنبله یا باکره، همون که یه زن فکر کنم ویگرو باشه به دنبالش میاد و اونو در بر میگیره و آفتاب و ماه هم بین پاهاش قرار میگیره. وقتی که البته اینه که من دارم میگم ما اون زمان نبودیم که ببینیم، ولی روی سافتورهایی که الان در دسترس اون هست مثل ستالیون یا سافتور سکای نایت یا نایت سکای میتونیم اینا رو ببینیم. سافتور ارزونی هم هستش، میتونیم روی کامپیوتر بذاریم و هر تاریخی که میخوایم شکل ستاره رو در آسمون ببینیم. اگه ما این کارو بکنیم که من این امتحانو کردم، قشنگ شما میبینین اتفاقی که داره میفته و و آفتاب و ماه هم بین پاهایش هست. فراموش نکنیم که توی این باکره همون میترا هم هستش. اینو یادتون باشه که میترا یه زایش جدید انجام میده، چون ایرانیان باستان باور داشتن که میترا در شب یلدا خورشید رو دوباره میزاد و اگر شما دیده باشین میگن که عیسی پسر خداست و عیسی خود خداست. یعنی منظوری که عیسی از خودش متولد شده و شما میبینید هم اسم مادرش مریمه، هم اسم زنی که باهاش بوده یا زنش اسم اونم مریمه. در واقع اون مریم مجدلیه همون زنی بوده که عیسی باهاش بوده، ولی این زن هم نقش مادرشو بازی میکنه هم نقش خودشو. اینجا به خاطر اینه که باور داشتن میترا خورشید خودش باعث باروری میترا میشه و خودش از خودش زایش میکنه. برای همینه که هم خداست هم پسر خداست. و این 9 ماه قبلش اتفاقی که میفته، قبل از این اتفاقی 9 ماه قبلش اتفاق دیگه افتاده بود که این 3 تا مجوس رو هشدار کرده بود. این بود که مشتری میاد و روی ونوس میچسبه. 9 ماه قبلش وقتی که روی سافتور نگاه میکنین مشتری و ونوس رو همدیگه میچرخن و یه حالت عشق بازی پیدا میکنن. گفتم که مشتری همون زئوس میشه یا جوپیتر، فارسیش میشه بذارین ببینم هرمز، فارسیش هرمزه. خب ونوس که میدونید الهه عشق و ستاره ماده است. اون 9 ماه قبل این اتفاق مشتری ونوس اومدن روی همدیگه چسبیدن. البته نورش یکی نشد ولی اینقدر به هم نزدیک بودن که عین یه هشت خوابیده بود. وقتی که نگاه میکنید توی سافر این یه هشت خوابیده است، انگار که این دوتا دارن جفتگیری میکنن. و چون 9 ماه قبلش این حالت رو اینا توی آسمون دیدن، بر این باور بودن که زئوس داره با ونوس جفتگیری میکنه و ونوس رو بارور میکنه. خب حالا فرض کنید الان رسیدیم به دسامبر. بعد داستان اینجوری میشه که این مجوسی ها این ستاره رو میبینن دنبالش میکنن و 21 دسامبر ساعت 7 صبح میبینن این ستاره ایستاد بالای بیت لحم
و اومدن گفتن که آقا این بچه کجاست و رفتن به پادشاه اونجا گفتن و این پادشاه همه بچه ها رو شروع کرد به کشتن و ترسید و این حرفا. این روز 21 دسامبر بود. پس ما ببینیم که مسیحا یه اشتباهی میکنن، تاریخ تولد عیسی رو 3-4 روز 5 روز فکر میکنم بعد از شب یلدای ما میگیرن، در صورتی که این اشتباهشونه. بعد مبنای تاریخ تولد عیسی رو بذارن روی شب یلدا. چرا دقیقا شب یلدا؟ چون اتفاق در آسمون افتاده. این عیسی یک تولد ستاره‌ای بوده از نظر اونا. و چیزی که جالبه، چرا میگن عیسی به صلیب کشیده شد و در سن 33 سالگی مرد؟ به خاطر که 33 سال بعدش در 3 آپریل یه ماه گرفتگی کامل میشه که این ماه گرفتگی کاملا به صورت خون بوده و در اونجا اینا گفتن که این کشته شد و خونش رو تقدیم کرد. ببینید تمام اینا اتفاقاتیه که در آسمون افتاده. اینا همه اتفاقایی که تو آسمون افتاده و داستانش بعدها داستان همونجور که میدونیم، فکر میکنم 400 سال یا 600 سال بعد از اینکه این اتفاق افتاد دین مسیحیت اومد و همه جا رو گرفت و اصلا مسیحیت ساخته شد و اینا اینو به شکل داستان آوردن به عنوان دین و به مردم عنوان کردن. خب الان ما 2 ستاره، 2 ابراختر رو نورش رو میبینیم، یکیش ژوپیتر یکیش پلوتو، فکر کنم ژوپیتر و پلوتو، و اینا این نور رو میدن و میشه ستاره بیت لحم. اتفاق جالبیه. از توی ایران فکر میکنم هنوزم اینو میتونیم ببینیم. من امشب دیگه ندیدمش، 2 شب پیش دیدمش، یعنی شب یلدا و شب بعدش این ستاره رو تونستم ببینم، ولی امشب در طول روز از ما گذشت. احتمالا الان تو ایران در شب میتونیم ببینینش. چیزی که خیلی جالبه اینه که این ولش کن، الان نمیگم، الان راجع به این صحبت نمیکنم چون ویدیو طولانی میشه، نمیخوام ویدیو زیاد طولانی بشه. توی یه ویدیوی دیگه بیشتر براتون صحبت میکنم راجع به اتفاقات آسمانی که رخ داده و شبیهش روی زمین رخ داده در واقعیت. مثلا ما میبینیم که یه اتفاقی که همین جدیدن افتاد در 13 ژانویه، روز 13 ژانویه که 13 علامت تعداد ستاره های صورت فلکی عقرب هست و در پایین دایره البروج قرار داره و این همیشه بالا رو میزنه که 2 پیکر هست. ما دیدیم که قاسم سلیمانی و اون آقایی که باعث شد مهدی مهندس فکر میکنم اون کشته شد دقیقا 13 ژانویه، یعنی دقیقا این عقرب اون بالایی رو زد. وقتی که اینا توی اون حالت قرار گرفتن روی زمین هم این اتفاق افتاد. حالا نمیدونم که به خاطر این اتفاقی که تو آسمون افتاد آمریکا این کاری کرد توی این تاریخ یا اینکه این یه همسازی زمینی و آسمونی بود. خیلی باورا بر این بوده که این هنوزم هست که این اتفاقاتی که در آسمون میفته حتما روی زمین هم میفته. و جالب اینه که یکی از اتفاقاتی که قراره به زودی بیفته اینه که احتمالاً این آقای بایدن، که من میخوام حرفایی نذارم که چیز شه، نمیخوام، میترسم ویدیو رو دوباره پاک کنن، این آقایی که اسم نمیبرم قرار جدیدن رئیس جمهور آمریکا بشه، یا نمیشه، اگر بشه کشته خواهد شد یا ترورش میکنن یا به مرگ طبیعی میمیره و معاونش که یه زنه قدرت رو به دست میگیره. این اتفاق در آسمان نقش بسته. احتمالش داره که ترامپ باشه ولی 90% بایدنه. یک رئیس جمهور امریکا خواهد مرد و احتمالاً اون باید باشه.
احتمال خیلی قوی 90%. و من فکر میکنم اصلا پاش در کاخ سفید نرسه، یا اگرم برسه خیلی زود میمیره، خیلی زود، اصلا به هیچ کاری نخواهد رسید و آمریکا دچار یک سری مشکلات آتی خواهد شد. بله، این اتفاقای آسمونی روی زمینم شبیهش میفته. میگم باز نمیدونم، شاید واقعا این اتفاقات آسمونی قدرتی روی زمین داشته باشه یا انعکاسی روی زمین داشته باشه، شاید نداشته باشه، نمیدونم. شاید چون وقتی تو تاریخ نگاه میکنی خیلی اتفاقایی که میفته در طول تاریخ، جابجایی ستاره اتفاق شبیه همون هم رو زمین میفته. نمیدونم حالا زمینی ها خودشونو با اون تطبیق میدادن، مثلا میدن یه اتفاق تو آسمون داره میفته شبیه اونم درست میکردن، یا نه واقعا اون اتفاق روی زمین هم شبیهش درست میشده. به خاطر همین بوده که زمان قدیم مثلا وقتی که راجع به مصر، ایران، یونان، وقتی که راجع به ستاره ها صحبت میکردن یا صورت های فلکی صحبت میکردن، دقیقا راجع به صورت های زمینیشون هم صحبت میکردن. یعنی اونا رو به شکل آدم های زمینی میدن و این اتفاقات رو زمینی میدیدن. یعنی اگر یه ستاره تو آسمان به جایگاه خدایی میرسید، باورشان روی زمین هم یه پادشاهی یه نفر به جایگاه پادشاهی و خدایی میرسه. خب حالا چیزی که خیلی جالبه، این ستاره پلوتو، همون کرونوس هم هست. پلوتو یونانی، اینا اسامی یونانی و رومیه. پلوتو کرونوس هم هست، یعنی جوپیتر خدای خدایان. وقتی که با کرونوس ستاره زمان هم چیز هم حالا نمیدونم اصطلاح فارسیش نمیدونم، وقتی که با هم یه جا قرار گرفتن، تقارن، وقتی که تقارن پیدا کردن، این زمان عوض میشه. یعنی ما به آخر زمان رسیدیم و زمان جدید شروع شد. یعنی همونطور که 2020 سال پیش این اتفاق باعث شد که تاریخ میلادی شروع بشه که الان برسیم به 2020، الان باید در واقع ما وارد سال 1 تاریخ جدید بشیم. یعنی از الان به بعد خیلی چیزا در دنیا عوض خواهد